قاسم دولتوف رئیس سابق جماعت وحدت نویه وخش که تازه روز 7 آگوست سال جاری به حبس گرفته شد، صبح 19 سپتامبر از بازداشتگاه واقع در محله لمنوسوف شهر باختر به آزادی برآمد. نزدیکان قاسم دولتوف گفتند که او بر اساس قانون عفو آزاد شده است. هنوز یک ماه پیش روز 7 آگوست وقتی قاسم دولتوف را به حبس گرفته بودند، برایش وعده داده بودند که حد اکثر یک ماه پشت پنجره خواهد نشست و برابر قبول قانون عفو آزادش خواهند کرد. یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت برای این یک ماه قاسم دولتوف یک اجره به قول معروف لوکس را در بازداشتگاه لمنوسوف با نرخ $5000 به اجاره گرفته بوده است. رئیس جماعت وحدت نویه وخش قاسم دولتوف ماه مارس سال جاری همراه رئیس کمیته زمین نویه با نام حاجی ظفر و پسر سفر برادر صاحبکار شناخته نصرت الله فیض‌اللهیف رهبر کارخانه ریسنده در شهر باختر دستگیر شد. جیان نصرت در کمیته زمین ولایت ختلان مسئول امور زمین‌های نویه وخش بوده است. بازداشت این سه نفر در پی سفر یک کمیسیون ویژه دادستانی کل تاجیکستان به نویه وخش و آشکار شدن فروش غیر قانونی دهها گکتار قطعه‌های زمین صورت گرفت. گفته می شود که دادستانی ضرری رسانیده شده به دولت از جانب قاسم دولتوف و شریکان او 3,750,000 سومانی برآورد کرده است. ولی عجیب آن بود که به فرق از حاجی ظفر و جیان نصرت قاسم دولتوف از ماه مارس تا آگوست به شرط بیرون نرفتن از محله زیستش در آزادی قرار داشت. نزدیکانش می گفتند که او برای آنکه حبس نشود همچون جبران ضرر رسانیده شده گویا 2,480,000 سومانی سپرده است. لازم به یادآوری است که در پایان سال 2019 نیز قاسم دولتوف که اون وقت زمینساز جماعت وحدت بود همراه پسرش دولتوف سراج که در کمیته زمین نویه وخش کار میکرد با اتهام کروپسیا هنگام گرفتن پوره از یک شهروند در عوض جدا کردن قطعه زمین به دست افتاده بودند. اما همگی 2 روز بعد بازداشت پدر و پسر اول قاسم دولتوف را از بازداشت جواب دادند. یک روز بعد او پسرش سراج‌الدین دولتوف نیز آزاد شد. ساکنان بر این باور بودند که این پرونده ظاهراً آبولوی شده است و عمل کروپسیونی این دو منصبدار را عمل کروپسیونی باز هم بزرگتر روی پوش کرده است. در هر صورت پدر و پسر دولتوف ها نه فقط از جوابگری آزاد شدند بلکه هر دو به جایهای کاری قبلی خود برگشته آرامانه به کارشان ادامه دادند و بعد چند ماه قاسم دولتوف حتی به وظیفه بلند رئیس جماعت تعیین شد. ساکنان همان وقت می گفتند که او این وظیفه را پول کلان داده خریده است و اما باز یک حبس کوتاه و این دفعه عفو شدن رئیس جماعت وحدت در حالی است که تقدیر دهها خانه در زمین‌های جدا کرده او ساخته شده در هوا معلق باقی میماند. طبق قانون این خانه ها را باید چپه کنند و زمین را به حالت اولش برگردانند، ولی بسیاری ها در این خانه ها علاقه زندگی دارند و میترسند که در صورت چپه کردن خانه هایشان آنها در کوچه بی سرپناه خواهند ماند. قانون عفو اخیر در تاجیکستان در اول ماه سپتامبر به پیشواز 30 سالگی استقلال این کشور قبول شد و باید حدود 15,000 نفر را فرا بگیرد. فروش قطعه‌های زمین برای ساختن خانه استقامتی و یا انشاءات تجارتی در تاجیکستان به یکی از رشته‌های از همه فساد زده تبدیل یافته است. دادستانی کل تاجیکستان گفت تنها در نیمه اول سال 2021 مقامات حفظ حقوق قریب 9,000 گکتار قطعه زمین غیر قانونی تقسیم شده را به حالت اولش برگردانیدند.